نه اومدم آموزش چی تولینگ پلاتو. انشاءالله سال خوبی داشته باشین. نکن خواهم برنامه لازم برای اثبات چیز کلیک خودکاره که نسخه منشش رو تو چنل براتون میذارم. وارد برنامه میشیم. وقتی برای اول برنامه رو نصب میکنیم باید یه دسترسی لازمی برای استفاده از صفحه بهش بدیم. این 6 تا اولی که داشت خط میکشم و طبق من تنظیم کنم. عدداش 551 321 میزنیم روی شروع. یه نوار این بغل ظاهر میشه. وارد پلاتو میشیم. بازی بولینگ رو میسازیم. میزنیم روی این که دوش من خط کشیدم. یه نوار ایجاد میکنیم. یه نوار دیگه هم درست میکنیم. این الان نحوه کار کردن چیت تنظیم کردنش بازی خودتونه. اینو میذاریم روی 3 نقطه توپ. اینم تقریبا وسطا. S3 هم میذاریم روی S2. S4 هم تقریبا وسطا. این الان برای منم تنظیم نیست دیگه، دارم فقط روش کارکردش نشون میدم. بعد که چیتتون تنظیم کردن دیگه کامل همه رو میزنیم روی این. بعد روی یکی از اینا میزنیم ذخیره. بعد که ذخیره کردیم خواستیم اون چیتو دیگه درجه برامون چیز کنه بیاره، میزنیم روی که ذخیره کردیم. بارگذاری رو میزنیم همونطور که تنظیم کردیم برامون میاره. دیگه بسته که به تنظیم کردن خودتون داره، باید زیاد تست کنیم.